مردم در سراسر کشور امروز جمعه در واکنش به کشتار و خونریزی مردم مظلوم غزه توسط رژیم صهیونیستی راهپیمایی‌های گسترده برگزار می‌کنند. این تظاهرات که در 34 ولایت افغانستان با حضور خبرنگاران، فعالان شبکه‌های اجتماعی، نهادهای مدنی، فرهنگیان و حامیان عدالت برگزار می‌شود، شرکت کنندگان حمایت قاطع خود را از مردم بی‌دفاع فلسطین اعلام خواهند کرد. آنان این جنگ را جنگ علیه انسانیت و نسل کشی مردم غزه توصیف کرده و کشتار کودکان، بمباران شفاخانه‌ها، شهادت خبرنگاران و سکوت جهان در برابر این فجایع را غیر قابل تحمل می‌دانند. گفتنی است که از آغاز حملات اشغالگران اسرائیل در تاریخ 7 اکتبر 2023 میلادی تا کنون بیش از 54,000 تن در غزه شهید و حدود 124,000 تن زخمی شدند که نزدیک به 70% آنها را زنان و کودکان تشکیل می دهند. برای بحث بیشتر در همین مورد آقای سید ذکرالله هاشمی، آگاه امور سیاسی، را از طریق تلفن با خود داریم و بیشتر در این مورد با اونا بحث میکنیم. هاشمی صاحب سلام به شما، خوش آمدید به برنامه. و علیکم سلام، تشکر. خیلی سپاس هاشمی صاحب از اینکه وقت دادین. آیا اعتراضات مردمی مانند آنچه که امروز در افغانستان برگزار می شود واقعا میتونه در تغییر سیاست‌های جهانی یا فشار بر رژیم اسرائیل نقش داشته باشه؟ الحمدلله وحده و الصلاة والسلام علی من لا نبی بعده و اما بعد. برادر محترم، برای شما و برای شنوندگانتان سلام خدا تقدیم می دارم. در این شک نیست که عالم اسلامی در یک حالت تراژدی، یک مفترق راههای عمیق استراتژیک دنیا قرار دارد که در یک حالت ذلت، در یک حالت بی اتفاقی، در یک حالت زیاد خاضع یا تابع دولت‌های کفری می باشد. در این حالت 2 سال می شود که مسلمانان در این ابتلا مبتلا شدند. یک ابتلای عظیمی است که اولا سر دولت‌های همسایه غزه فلسطینی فرض عین است که بر از اونا هم کمک مادی بکنن، هم جسمانی بکنن، هم فیزیکی بکنن، هم از خبرشان بدن. اما با کمال تاسف که امی حصار یا امی به اصطلاح که سر زنا هر چیز را بند کردن، موجبش عالم اسلامی و عالم عربی است. در این راستا اگر ما سائل کنیم که در طی 2 سال اخیر در فلسطین چه فجایعی رخ میده و بالخصوص در غزه، قابل قبول هم نیست او قابل تحمل هم نیست. آمدیم اینجا که مسلمانا مثل که شما سوال کردن که حال در سرتاسری در افغانستان روز جمعه را برای مردم فلسطین و برای مردم مظلوم غزه مخصص کردن و میخواین که در این مورد مردم افغانستان آواز خود بلند کنن، مردم افغانستان دنیا را نشان بدن که ما مسلمان هستیم، ما از اسلام و مسلمانای خود دفاع میکنیم و مردم غزه را بگه که شما تنها نیستین. آیا این است که مسافت جغرافیایی ما بین ما و شما یک فاصله را ایجاد کرده، اما دلهای ما، عقلهای ما، دستهای ما برای شما هم باز است، هم بلند است، هم به درگاه خداوند متعال یه عذرگزاری را میکنیم که هم ما را خداوند مغفرت کنه و هم شما را نصرت ببخشه. آمدیم دیگه که شما سوال کردن که چه فایده میکنه، این را باید از 2 نگاه ما تحلیل بکنیم. اولا از نگاه شرعی. نگاه شرعی نبی صلی الله علیه و سلم میگه مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى او كما قال النبي صلی الله علیه و سلم. میگه مثال امت مسلمه اینطور است مثل یک جسم واری. وقتی که در این جسم یک عضو به درد میشه، مریض میشه، به تکلیف میشه، دیگه پس کلگی جسم امرای ازی شو ناتوان میباشه، شو بیخوابی را تیر میکنه، تکلیف را تیر میکنه. پس امت مسلمان باید اینمی طور باشه. در جایی که مسلمانا در زحمت باشه، در جایی که مسلمانا در مصیبت باشه، در جایی که مسلمانا غم داشته باشه، باید در او مسلمان هم خود را فیزیکی شریک بدانه، هم احساساتی، هم از ناحیه شرعی شریکی از اون موضوع بدانه، احساس دردشان را بکنه. نبی صلی الله علیه و سلم میگه من لم یهتم بامر المسلمین فلیس منهم. کسی که از مسلمانا احساس غم مسلمانا را، احساس خوشحالی مسلمانا را نمیکنه، ای از مسلمانا گفته نمیشه. لذا اگر شما آیات قرآن کریم را بخوانید، وقتی که کفار را یاد میکنه، خداوند متعال میگه فلا تخافوهم، میگه شما از کفار نترسین، چرا که دشمن برالای شما هست.
دشمن شما از همراه جنگ میکنین، همراه شر معامله میکنین. وقتی که منافقین یاد میکنه، خداوند متعال گفته فاحذروهم، شما از اینا در حراس باشین، همراه از اینا احتیاط بکنین، چرا که در جامعه مسلمان وجود داره، لحاظا ضررش از کفار قد زیاد است. امروز ما باید احساس را از دنیا را نشان بدیم که در افغانستان الحمدلله ملت مسلمان است. 40 سال در مقابل طاغوت روسیه و طاغوت امریکا جنگ کرده، جهاد کرده، استقلال خود، آزادی خود را به دست آورده، یک نظام اسلامی که قائم کرده و ما هیچ وقت از غم و اندوه مسلمانان دور نیستیم، بلکه ما ایره احساس داریم و ما ایره احساس میکنیم و دائما ایره در مجالس خود، در زندگی خود یاد میکنیم. آمدیم از ناحیه سیاسی، باید خاطر نشان بسازم که ما دو ناحیه داریم، یکی شرعی را بیان کردیم، آمدیم سیاسی. در میدان سیاست مسلمان ها در دنیا در یک مفترق عظیم قرار دارند که اگرچه دولت‌هایشان الان دست نشانده هستند، دولت‌هایشان غلام حلقه به گوش هستند، اما شروع از افغانستان است که اینجا یک آزادی، یک نظام مسلمان اسلامی برپا شده. کلگی عالم اسلامی انشاءالله که دست خدا یکی میکنن، ملت ها و امت مسلمه یکی میشه. صحیح است تکالیف زحمات در دوره های تاریخ زیاد آمده. اگر مسلمان ها 100 سال میشه که در حالت تفرقه وجود دارن، انشاءالله که عن قریب متحد میشن، نه به این اساس نظام ها بلکه به اساس امت مسلمه، به اساس احساس مسلمانی. لحاظا ما از ناحیه سیاسی هم ایران نیاز داریم که ما باید با مردم فلسطین، با قضایای اسلامی خود را اصل شریک بدانیم، نه ای که ما بگویم که ما یکی هستیم، نه، بلکه قضیه ما است. قبله که وقت قبله مسلمانان، اولین قبله مسلمانان بیت المقدس است، ما هم همان مسلمان هستم که اولین قبله ما بیت المقدس است. ما هم همان شخصی هستم که سر نبی صلی الله علیه و ایمان آوردم و سر قرآن کریم ایمان آوردم و امروز مسلمان هستم و ما از اسلام خود دفاع میکنم، بجز که ما به این فکر باشیم که ای از ما دور است یا از ما نزدیک است. لہذا این دو سبب است که ما باید دهی هم احساس داشته باشیم و هم باید دهی ما جوش و خروش خود را نشان بدیم. بله هاشمی صاحب، البته اگر که ببینیم این نخستین بار نیست که مردم افغانستان و جهان در برابر وحشت‌های اسرائیل اعتراض میکنند، ولی اسرائیل همچنان بدون توجه به نسل کشی در غزه ادامه داده، بدون توجه به این اعتراضاتی که هم در افغانستان میشه هم در سراسر جهان میشه. چی چیز اسرائیل را اینقدر بی‌رحم کرده هاشمی صاحب؟ گوش کو، اولا خب قرآن کریم خداوند متعال سر یهودیا میگه و یسعون فی الارض فسادا والله لا يحب المفسدین. باز در دیگه جای میگه كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله و یسعون فی الارض فسادا والله لا يحب المفسدین. اینا دائما آتش جنگ ها را در بین انسان ها برپا میکنه. یهودیا از اصل که است اونا مفسد فی الارض هستند، اونا او مردمی هستند که خداوند متعال ما را در قرآن کریم هدایت میکنه که شما ایتو بگین که غیر المغضوب علیهم، یعنی او کسایی که غضب خدا سرشان شده، از جایداد سر از اینا غضب خدا شده. اینا ظالمترین انسانای روی زمین هستند که در تاریخ انسانیت شما قصه موسی علیه السلام امرای یهود بخوانن که چی کارایی اینا نکردن، از او بابت چه کارا نکردن، از او بابت چه کارا نکردن. پس اینا در خونشان، در وجدانشان، در ایچیشان اینمی غدر و خیانت و در مابین انسانها فساد رایج کردن است. این بر تمام دنیا ثابت شده. یک دوم اینجا که او را جرأتی در این مرحله چرا داده، کی داده؟ جرأتی اینمی مسلمانایی که در دور و بر فلسطین وجود داره، دولت‌های بزرگ عالم عربی که وجود داره که اونا در ساز و در رقص و در عیش و نوش دروغین دنیا وجود دارن، اونا جرأت داده. اگر مصر مردم خود را بدون از اسلحه، بدون از چیز اجازه بده که پیاده برن غزه را، چی که خود فلسطین هم آزاد میسازن. مصر 105 میلیون نفوس داره، اما چون که در این عالم اسلامی حکام است که اونا برای صهیونیستا کار میکنن، اونا به این نامه که باش من خود نگاه میکنم، به اون نامه که اول دولت خود ما است، این تفرقه انگیز چیزایی که در عالم اسلامی شده، اینا یهودی‌ها را جرأت داده. لہذا اونا جرأتمندانه اگر شما خودتان فکر کنین حال اعلان میکنن که ما غزه را که از بین بردیم، باز شروع میکنیم لبنان میگیریم، باز سوریه را میگیریم، باز اسرائیل کبرا را جور میکنیم. اینا را برملا میگن. یعنی یک چیزی نیست که ما بگوییم حالا این افترا است یا این دروغ است یا این مسائل سیاسی است. نه برملا میگن.
دیروز تقریبا 4 روز پیش در بیت المقدس وزیر مالیه سگ اسرائیل که در مابین قدس بازی میکرد در مابین بیت المقدس، او خودش میگفت ما ایره خراب میکنیم و ما در اینجا میکنیم هیکل خدا بسازیم، ما ایتو کنیم. آیا ایره دروغ میگفت؟ در سکرینای تلویزیون کل عالم اسلامی شنیده. و سببش چی است؟ سببش اونمو حدیث نبی صلی الله علیه و آله است که میگه ولکنکم غثاء کغثاء السیل، میگه شما میباشین زیاد است میباشین اما کف دریا هستین، کف سیل هستین. امروز ما مسلمان ها کف سیل هستیم. اگر نه یک معتصم میخواهد که وجود داشته باشد در دور و بور فلسطین. معتصم یک خواهر مسلمان ما که در عموریه بر از او توهین شده بود، عموریه را گرفت، حتی پاچای روم هم خود رومیا برش کشت. چی بود که عزت بود اوجه. امروز نه روز ما تقریبا مثل که شما یادآوری کردن 54-55 هزار نفر شهید شده، کم از کم 15-20 هزار نفر گم است که اونام در اعداد مفقودین است، شهدا است. و همین سلسله چقدر زخمی ها است، کلگی غزه آوار شده و امروز در عالم اسلامی هیچ حرکتی وجود پیدا نمیکنه. لہذا یهودی ها را این جرأت میده. من به این میترسم برادر محترم که اگر عالم اسلامی، اگر زعمای عالم اسلامی برپا نشوند، روزی باشه که تو بالاشی و بر اعلان شوه و ما و شما در تلویزیون ها ببینیم که بیت المقدس تخریب کردن، مثل که مسجد بابری در هندوستان 30 سال پیش خراب کرد و آل سرش یک معبد خود را ساخت. به این حیثیت خواه باشیم، به این کیفیت خواه باشیم. آیا باز خداوند متعال را ما جواب دادم میتونیم در اون میدان؟ آیا او زندگی باز برای ما فایده مند است؟ لہذا خداوند متعال کنه که از این زمین اسلامی، از این صداهای مسلمان ها، عالم اسلامی حکامش برپا شوند، اونا بفهمن که اینا نابودی است. ای نیست که من سر خود در ریکس داخل کنم باز من خلاص میشم، بلکه اگر از فلسطین اینا خلاص شدن، سر دیگه دولت های عربی شروع میکنه، چرا که یهود طبعش همینطور است. اونا خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید که اینا الله و احباء، ما اولاده خدا هستیم والعیاذ بالله. از وقتی که اولاده خدا میدانه، پس کلگی انسان ها را برای خود خادم میدانه، کشتن کلگی انسان ها را برای خود روا میدانه. اینا او مردمی هستند. لہذا این روزی که باید تکرار شود، ما از خاطر ازی که ما نسل جدید خود را به اخلاقیات اسلامی، به قضایای اسلامی خبر داشته باشیم. به نظر من اگر هر تومن هفته داشته باشیم، در مساجد خود داشته باشیم، مسلمانای خود بگیم که حداقل مردم افغانستانی درد و احساس را دارن، رسیدگی نمیتونن اما دعا میتونن، اما عذر و زاری میتونن برای خداوند متعالی. آتش سوزی که در سر مردم فلسطین از دست ظلمه دنیا شروع شده، اینا را خدای پاک این آتش گل بکنه و مسلمانان را اوج نصرت ببخشه. آمین. خیلی سپاس هاشمی صاحب، ممنون از اینکه در بحث اشتراک کردین. سپاس از شما. تشکر. زنده باشین. وقتتان بخیر باشه. آقای سید ذکرالله هاشمی آگاه امور سیاسی بود که در مورد به اعتراضاتی که قرار است امروز در سراسر کشور در حمایت از غزه برگزار شود در این مورد با هاشمی صاحب بحث داشتیم.